با درود به کاربران وفادار و عزیز رادیو آزادی و به همه آنهایی که این لحظه ها ما رو در اکران خود تماشا دارن. شعله گلخوجه هستم عزیزان، در روبروی شما تبریکی وعده داده بودم و حالا ساعت در پراگ، جایی که ما از اینجا با شما صحبت میکنیم، یعنی دفتر مرکزی رادیو آزادی ساعت 10 است و در دوشنبه باشد ساعت فعلا 2 است و در مسکو که مجریان عزیز شما از اونجا به ما میپیوندید اکنون ساعت 12 و تشکر میگم که ما را حالا تماشا دارید و آماده هستید که سرخط خبرهای مهم تاجیکستان و جهان رو بشنوید و از اون فراموش نکنید که بعد از 3 ساعت دیگر باز ما با شما ملاقات داریم در پخش زنده در برنامه خبری رادیو آزادی که سرشار از خبر و گزارش‌های جالب است. خب تا آن دم دادگاه شومنصور شهر دوشنبه حکم دلوار گولوف پسر گلشیرالی سابق وزیر صنعت و انرژتیکای تاجیکستان را اعلان کرد. حکم شد که برای لطوکوبی کارمند حفظی حقوق او مدتی را پشت پنجره سپری کند. قبل از آن که حکم اعلان شود وکیلان مدافع دلوار گولوف گفته بودند که او هنگام بازداشت و حبس پیشگی شکنجه شده است. نام دلوار گولوف از آغاز سال جاری سر زبان رسانه ها گرده بود. او را روز 10 مارس با گروه از دوستانش برای خلال رساندن به ترتیبات جمعیتی و اطاعت نکردن به امر ماموران میلیسا در طرفخانه گالاکسی شهر دوشنبه بازداشت کرده بودند. او برای چنین قانون شکنی به 5 روزی حبس محکوم شده بود. خب یک هفته بعد از رهایی دیگر باره گزارش رسید که دلوار گولوف برای غیر قانونی سیاه کردن شیشه ماشینش جریمه گردیده است. اکنون دلوار گولوف چند مدت رو در زندان سپری میکند. همکاران ما بعد از 3 ساعت دیگر برای شما با تفصیل قصه خواهند کرد. پرزیدنت روسیه کنسپسیای مهاجرتی این کشور را به امضا رساند. حجت مذکور گرفتن شهروندی روسیه، ترتیبات ورود شهروندان خارجی به این کشور، حقوق کار و زندگی در آنجا را پیش بینی میکند. در برنامه امروز صحبت داریم درباره نقاط اصلی این سند و از جمله درباره آن که من بعد از خواهشمندان کوچیدن به روسیه چی طلبات پیش گذاشته می شود و در نسبت کدام قشر مهاجران هنگام دریافت شهروندی سبکی پیش بینی کرده است. از این رو توصیه می دهم که ما رو در برنامه امروز خبری نیز همراه باشید. انتظار می رود تحریم های امریکا به بخش مالی، نفت، صنعت کشتیسازی و کشتیرانی ایران امروز اثر گرفته شود. این تحریم ها قبلا طبق سازشنامه هسته‌ای که سال 2015 میان ایران و 6 قدرت جهانی امضا شد لغو گردیدند. در عوض این سازشنامه ایران فعالیت هسته‌ای خود را بازداشت. هرچند مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا گفت هدف تحریم های با قول او سخته که روز 5 نوامبر علیه رژیم حاکم در ایران جاری خواهد شد مردم آن کشور نیستند، ولی کارشناسان میگویند بازگشت دوباره تحریم ها بر ایران اقتصاد این کشور را به مشکل مواجه کرده به زندگی مردم تأثیری بد خواهد گذاشت. روسیه از طریق پلیس بین‌المللی یا اینترپول دهها شهروندان تاجیکستان را تحت پیگرد قرار داده است. در میان آنها زن نیز هست. حکومت روسیه شهروندان تاجیکستان را برای کدام گناه جستجو دارد در برنامه خبری برای شما بینندگان عزیز تفصیلات میدیم. منزل ها را به پرداخت جبران پولی تخریب میکنند. دهها ساکنان یکی از منطقه‌های پایتخت به رادیو آزادی شکایت بردند که در پیشروی زمستان خانه های آنها را ویران میکنند ولی برایشان جبران پولی نمیدهند. باید بگویم که قضیه ساکنان محله ورزوبگیز در حال رخ داد که در چند سال اخیر موضوع تخریب محل های مرکز شهر دوشنبه طبق برنامه بازسازی پایتخت تاجیکستان یا به اصطلاح گیم پلان به موضوع داغ تبدیل شده است. ساکنان زیادی دوشنبه از بی‌عدالتی های مقامات ضمن تخریب منزل هایشون و گرفتن جبران پولی شکایت میکنند. مقامات میگن که کلیه این مسائل در چارچوب قانونگذاری حل می شود و بازسازی پایتخت تاجیکستان یک امر ضروری می باشد. اما در رابطه با قضیه این دهها ساکنانی که به رادیو آزادی مراجعت کردند مقامات چی میگویند که تا کجا این خانه های آنها قانونی است و یا نه و برای آنها جبران پولی پرداخت می شود یا نه، بعد 3 ساعت دیگر ما در برنامه خبری برای شما خبر میدیم و همچنین گزارش هم داریم از ولایت ختلان درباره آنکه چگونه سردی ها به دهقانان تاثیری بعد خود را گذاشته است و آنهایی که
در فصل زمستان از حساب فروش میوه و سبزیجات خود روز میگذرانند. این میوه‌های آنها را امسال سرد زد و آنها اکنون به همکاران ما در باره مشکلات خود چه قصه میکنند گزارش ویژه‌ای دارم و پیشنهاد دارم که در این باره شما این گزارش را تماشا کنید. و البته بینندگان عزیز، در صحبت صبحگاهی شما برای ما اکثرا در باره امنیستی مهاجران تاجیک در روسیه سوال کردید و بار دیگر به سهم شما میرسونم که هنوز در این باره هیچ اقدام روی دست گرفتن نشده است، هرچند رضایت داده است مقامات روسیه، ولی روزی این عفو تعیین نشده است و اگر هر گپ تازه در این مورد بود ما برای شما حتما خبر خواهیم داد. ولی بازم تکرار میکنم که در برنامه امروز ما بازم نگاه میاندازیم به وضع مهاجران تاجیک در روسیه در پس منظر قبول شدن کنسپسیون نوی مهاجرتی روسیه از سوی پرزیدنت آن کشور. خب امیدوارم که بازم بعد از 3 ساعت دیگر با شما ملاقات میکنم در آزادی ویدیو که کانال مخصوصی ما در یوتیوب است و همین گونه در www.azadi.org وبسایت رسمی آزادی و همین گونه در شبکه‌های اجتماعی در صفحه های مخصوصی رادیو آزادی خبر و گزارش‌های رادیو آزادی را جستجو کنید.